سمت راست من الهه حسین نژاد است، دختر ایرانی که تمام فضای مجازی ایران حتی کل دنیا را در بر گرفته. چند روز پیش به قتل رسید. سمت چپ من کبرای رضایی است، دختر افغانستانی که هیچ کس ازش خبر نداره. تفاوت در چیست؟ تمام مردم ایران از کارگر معدن گرفته تا بلاگر، تا بازیگر، تا هنرمند، تمام مردم ایران آمدن صدای این دختر شدن، ولی یک نفر از افغانستان بلند نشد صدای این دختر شود. با کل دنیا هم اعتراض داریم که هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. چی وقت صدا بلند کردیم که صدای ما را نشنیدن؟ کی صدای این دختر میشه؟ ببین پارچه پارچهش کرده بودن، از نوک ناخن تا موی سرش پارچه پارچه شده بود. نه بازیگر صدا بلند میکنه، نه هنرمند صدا بلند میکنه، نه ورزشکار صدا بلند میکنه، نه مردم عادی صدا بلند میکنن، همه سکوت. حتی فامیل همین دختر خانم به کسی که این خبر نشر کرده بود پیام دادن که پاکن که آبروی ما میره. آبروی چی؟ آبرو چی هست؟ به دختر 4 ساله تجاوز میشه، صدا بلند نمیکنن که آبروی ما میره. ما تجاوز میره به نفر بعدی تجاوز میکنه، او هم صدا بلند نمیکنه. این چرخش ادامه پیدا میکنه. اینقدر خودخواه نباشین، یک بار هم که شده صدای دختران افغان شوید.